دوستان عزیز سلام. من اسلامی هستم از گروه آموزشی سیوی شو. رسیدیم به جلسه 25. اگه میخواید در مورد نمای ساختمون اطلاعاتی داشته باشی تا انتهای این ویدیو با من همراه باش. در جلسه قبلی در مورد نازکاری صحبت کردیم، توضیحاتی ارائه دادم. این جلسه میخوام در مورد نمای ساختمون براتون صحبت بکنم. شاید واسه شما هم سوال باشه که چرا به نمای ساختمون اهمیت میدیم؟ من نمای ساختمون رو مشابه با عشق در نگاه اول میدونم. شما واسه این که مشتری رو اعتمادش رو جلب بکنید باید تو ساختمونتون نمای خوشگلی داشته باشین. مشتری نمیدونه که از نظر مقاومتی ساختمون شما چجوریه، پس مخ مشتری رو با نمای خوب باید بزنید. اما یه سوال اساسی میخوایم اینجا بپرسم: نما به ساختمون ما چی اضافه میکنه یا ویژگی های نمای خوب چی هستن؟ یک، نما باید زیبا و دلپذیر باشه تا جلوه و ویو خوبی رو به ساختمون ما بده. دو، نما نقش عایق حرارتی و برودتی داره. یعنی چی؟ یعنی از هدر رفت انرژی سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی داخل سازه باید جلوگیری بکنه. مورد سوم اینه که نما به عنوان عایق صوتی هستش. ما در بیرون ساختمون شاهد نویزهای خیلی زیادی هستیم. یکی از وظایف نما اینه که اون نویزها رو کمتر بکنه. معمولا میان از شیشه‌های چندلایه استفاده میکنن که بینشون از خلا استفاده شده و به همین ترتیب میان اثر اون آلودگی صوتی رو کاهش میدن. و مورد چهارم اینه که نما دوام ساختمون رو در برابر شرایط نامساعد جوی مثل باران اسیدی و باد یخبندان بیشتر میکنه. پس دوام سازه هم بستگی به نما داره. بریم اسلاید بعدی و با انواع نما آشنا بشیم. من با نمای سنگی شروع میکنم. واقعیتش نمای سنگی جلوه خیلی خوبی رو به ساختمونتون میده، ولی در نقطه مقابل قیمت سنگ نما بسیار بالاست. نمای رومی یکی از نماهای سنگی خیلی شیک هستش، زیبایی بسیار زیادی رو داره. معمولا از سنگ‌های مرمر، تراورتن و گرانیت استفاده میشه که هر کدوم ویژگی‌های خاص خودشو داره. نمیخوام زیاد ویژگی‌هاشو بگم چون از حوصله این جلسه خارجه، ولی یه نکته رو بگم: معمولا نمای سنگی چسبندگی خوبی با دیواره نداره. برای این کار باید از اسکوپ‌های پروانه یا زد شکل استفاده بکنیم طبق شکل تا چسبندگی بین نما و همینطور دیواره رو داشته باشیم. مورد دوم نمای آجریه. نمای آجری از نماهای بسیار قدیمی، از هزاران سال قبل هم از نمای آجری استفاده میشد. معمولا تازگی از آجرهای نمای نسوز، آجرهای نمای طرح چوب، طرح انگلیسی، آجر گزدی استفاده میکنن. تنوع خیلی بالایی داره. طراح باید با توجه به سلیقه مشتری، بافت اون منطقه، آجر نما رو نوعش رو انتخاب بکنه. و گفتم که از نماهای خیلی قدیمی و خیلی هم مورد پسند هستش. مورد بعدی نمای شیشه‌ایه که اولین بار به صورت مدرن در سال 1851 واسه قصر کریستال لندن استفاده شد. تازگی واسه خیلی از برج‌ها از نمای شیشه‌ای استفاده میکنن، مثل برج خلیفه. حتی بانک مرکزی ایران هم نمای شیشه‌ای داره. ولی جذابیت این نما چیه که استفاده میکنن؟ یک، دید خیلی وسیع رو بهتون میده. اون فردی که داخل ساختمون هستش نمای خیلی شیکی رو داره، میتونه بخش‌های خیلی زیبایی از شهر رو ببینه. دو، روشنایی کافی رو واسه داخل سازه میتونه تامین بکنه. و سه، از عبور اشعه‌های مضر خورشید جلوگیری میکنه. معمولا میان از شیشه‌های سکوریت یا رفلکس استفاده میکنن که امنیت این کار رو بیشتر میکنه و از عبور اشعه‌های مضر خورشید هم جلوگیری میکنه. نمای خیلی جذابیه، ولی میگن که در مقابل زلزله زیاد مقاوم نیست. اما نمای چهارم نمای چوبیه. در ساختمان‌های ویلایی و مدرن ازش استفاده می‌کنیم. از چوب ترموت معمولا استفاده می‌کنن که وزن پایینی داره، مقاومت و سختی خیلی بالایی داره، مقاومت در برابر صوت رو داره، قابلیت شکل‌پذیری و برشکاری خوبی هم داره و در مقابل نفوذ حشرات، رطوبت و آتش سوزی هم معمولا این چوب ترموت مقاوم هستش. خیلی ازش استفاده می‌کنن. طول عمر معمولا نما رو هم بالا میبره، ولی در سازه‌های خیلی بلند مرتبه ازش استفاده معمولا نمیکنن. و اما یه سوال: طبق توصیه‌ای که متخصصین میکنن میگن که نمای ساختمونتون باید هماهنگ با اون بخش باشه، اون منطقه باشه. ولی بعضی میگن که رنگ نما، ویژگی‌ها و جنس نما میتونه با همسایه‌تون فرق بکنه. نظر شما چیه؟ آیا شما هم با من هم نظرین که باید نما هماهنگ با اطراف باشه یا نه؟
و یه نکته پایانی توصیه میکنم که اون زنگوله گوشه پیج رو فعال بکنین تا هر موقع CV شو پست، استوری، IGT و حتی لایوی رو گذاشت ازش مطلع بشیم و بهتون نوتیفیکیشن بفرسته. تا جلسات بعدی با ما همراه باشید.